گفتم با میگویم، تکرار به تکرار میگویم، تو وقتی که جان دارین نفس همینجا، غمخواری کنید، مهربان شوید. کسی که ناحرمتی میکند، کسی که بی‌حرمتی میکند، دعای نیک پدر و مادر را نمیگیرد، عمری با برکت نمیبیند. نگوین که مادر نداره. همین مادری تاجیک برای همه شما مادر است. همه مادر است. کجایی که رویم مادروار شما را مهربانی میکند. مادروار نمیگوید این فرزندی کی است، این کی است. مثل پسر خودش فرزند خودش مهربانی میکند. چگونه ما خدمت آنها را نکنیم؟ حیات همین است، زندگی همین است. صد در روی آخران نفسی واپسیندن مادر گفته میگذاری. یعنی ما شما مخصوصا جوانان غمخوار باشید. میگذرند بعداً افسوس میخوری که دیگر برگرداندن نمیتوان.